ترور مقدسه. من افتخار میکنم اگر بتوانم چنین کاری انجام بدم. از دستم هم بر بیاد حتما این کارو میکنم. حتما تو این زمینه طراحیارم ارائه خواهم کرد. سر این قضیه تروریسم مقدس، وحشت آفرینی مقدس، قرآن میفرماد حزب الله یعنی دوستان خدا و حزب شیطان یعنی دوستان دشمنان خدا. و اگه ما میتونیم در دشمنان خدا وحشت ایجاد کنیم، در حزب شیطان و در دل شیطان، این افتخار ماست. چرا نکنیم؟ چرا اونجا خشونت بد باشه؟ مگر مدرنیته، یهود و مسیحیت هر ستاشون با خشونت نیومدن جلو؟ این افتخار ماست که بتوانیم خشونت مدرنیته، خشونت یهود و خشونت مسیحیت رو به خودشون برگردانیم. آیندگان در مورد ما چه قضاوت میکنن؟ جواب خدا رو چی میدیم؟ میگه مگه به شما نگفتم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. دشمن خودتون و دشمن خدا رو آماده بشید. به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه. داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما برنه آنچه به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم به قتل‌های سیاسی معروف شد، با همه کوششی که کارگزاران امنیتی حکومت دینی برای محدود جلوه دادن آن به کار می‌بردند، از حد 4-5 فقره بسیار فراتر می‌رود.
آنگونه که پژوهشگران خودی نیز برآورد می‌کنند، این قتل‌ها دست کم از 70-80 حلقه و یا بیشتر پدید آمده است. طرح کشتار دگراندیشان پیشینه‌ای به درازای عمر نظام دینی دارد، ولی در هر یک از 3 دهه شیوه‌های اجرای متفاوت داشته است. کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 که به فاجعه ملی معروف شد، از شمول قتل‌های زنجیره‌ای بیرون است. در مرداد 1373 بیانیه معروف به 134 انتشار می‌یابد. بیانیه‌ای که آزادی اندیشه و بیان نشر را می‌طلبد. غزاله علیزاده خودکشی می‌کند. عباس معروفی که گردونش را بستند خود ناگزیر ایران را ترک می‌کند. برای او زندان و شلاق بریدند. در شهریور 1375 رایزنی فرهنگی سفارت آلمان در تهران مورد یورش مأموران امنیتی قرار می‌گیرد، زیرا تنی چند از نویسندگان دگراندیش را به مهمانی فراخوانده است. موقعیت مناسبی در پیش است. قرار است 21 تن از آنان به دعوت انجمن قلم ارمنستان با اتوبوس راهیان دیار شوند. پس چه بهتر که اتوبوس را با همه سرنشینانش به اعماق دره پرتاب کنند. تصمیم داهیانه است، ولی با این همه در عمل به مشکل برمیخورند. اتوبوس پیش از سقوط به تخت سنگی میخورد و از حرکت باز می‌ایستد. در 20 آبان 75 ماجرای کمدی درام فرج سرکوهی پیش می‌آید. در راه مسافرت به آلمان گم می‌شود و بعد سر از ترکمنستان در می‌آورد. پس از آن معلوم می‌شود سناریو ساخته دست طراحان حذف است و سرکوهی در اوین در انتظار مرگ رنجنامه می‌نویسد. تیرجانی در 23 اسفند ماه سال 1372 به اتهام‌های واهی حمل و نقل و توزیع و استعمال مواد مخدر، ساخت و نگهداری و توزیع مشروبات الکلی، فعالیت‌های شنیع اخلاقی و همجنسبازی، ارتباط با شبکه ساواکیان مرتبط با کودتای نوژه و فعالیت‌های بمبگذاری، ارتباط با شبکه‌های جاسوسی در امریکا و دریافت مبالغ قابل توجهی ارز از شبکه‌های ضد انقلابی در اروپا و آمریکا دستگیر و در 16 آذر سال 1373 با شیاف پتاسیم به قتل می‌رسد و خبر درگذشت وی در زندان را عارضه قلبی اعلام می‌کنند و مقامات دولتی با این شرط با دفن وی موافقت کردند که همسرش کتباً تعهد نماید که تقاضای کالبد شکافی نخواهد کرد. این گونه که حکام و جباران به جای آنکه با اندیشیدن و نظرات مخالفان و یا همصنفان خود به نقد بنشینند، حتی نظرات منتقدان داخلی خود را بر نمی‌تابند و می‌کوشند رشادت و فعالیت دیگران را مشکوک بنمایانند و به ترور شخصیت و شاعرکشی می‌پردازند. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. قبلش شنیده بودیم، یعنی روشن شده بود که دستگاه در صدد سرکوب هست. شب به دفترم که میخوابیدم توش نرفته بودم، به دلیل دفترم را هم به این دلیل میخوابیدم که 2-3 ماه قبلش 7 اردیبهشت خانمون رو بمبگذاری کرده بود ساواک و خانومم و فرزندانم خونه مادرشون بودن. من هم که اون روز خیلی سرم گرم بود شبا توی دفترش ولی هر دو بعد مخفی شدیم به دلیل اینکه من اون نشریه پنهانی جبهه ملی رو در می آوردم، خبرنامه جبهه ملی. به من گفتن تو هم باید که مخفی بشی. بچه ها رو گذاشته بودیم منزل مادر،
و خودمون مشغول فعالیت بودیم که چیز بهتری بسازیم که متاسفانه نشد. در روز اول آذر 1377 داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو مخالف سرشناس و از سریع‌اللهجه حکومت اسلامی که پیش از 40 سال پیشینه فعالیت سیاسی در دو رژیم گذشته و کنونی داشتند، شبانه به دست متولیان امنیت در حکومت دینی در منزل مسکونی خود در تهران با 10 ضربه کارد به قتل میرسند. 3 روز بعد در تاریخ 4 آذر 1377 پیکر بیجان مجید شریف، نویسنده، مترجم و نواندیش دینی، در پزشکی قانونی شناسایی می شود. او در 28 آبان ماه برای ورزش صبحگاهی از منزل خارج، اما دیگر هرگز باز نمی گردد. روز 4 آذر 1377 بیش از 80 نفر از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور از مفقود شدن پیروز دوانی ابراز نگرانی می‌کنند. 1 سال بعد اکبر گنجی در مقاله‌ای می‌نویسد پیروز دوانی به دستور مستقیم محسنی اژه‌ای، رئیس دادگاه ویژه روحانیت، به قتل رسیده است. روز 8 آذر ماه فردی به نام رستمی که از همفکران پیروز دوانی بود در همدان ربوده و به قتل میرسد. جنازه او در نزدیکی خانه‌اش پیدا شد. دوستان میگفته برای شما اون تغییر ها که این انقلاب مانی چه لحظه شد، کی شد، چند سال بعد دنیا یا چند وقت این احساس داشتید که این داره برای کج رفته و جدای شما؟ من عضو یک حزب هستم، حق ندارم که اندیشه خصوصی خودم رو بگم. متاسفانه خیلی زود جلوش هم ایستادم. من اولین مقاله‌ای رو که توی روزنامه جبهه ملی نوشتم، انقلاب را داغ ارتجاع نزنی، در برخورد با موضوع زنها بود که متاسفانه اون وقت شیفتگی چنان بود که حتی در بین دوستان خودم با موافقت رو برو نشدم. زنهای دیگه که فهمیدن، شما که خب عنوان آدم سیاسی شخصیت سیاسی خیلی سریع احساس کردید، دیگران که فهمیدن نمیشه گفت هنوز کاملا فهمیدن. این یک پیشینه میخواد، متاسفانه نمیشه گفت. به همین دلیل باید که متاسف بود. و گاه حتی گریست. باور کن، برای اون همه شور، اون همه هیجان، اون همه امید که آمدن نهاشته کردن. به کجای این شب تیره بیافتم قبای پیخیش. تشکر از دوستانی که امکان توضیحی درباره کارم بدم. باید خدمتتون بگم آقای کشفی بیشتر شأن خودشون حرف زدن تا من، ولی یه نکته رو تذکرم باید بگم که کار نویسندگان ایران در حال حاضر به صورت قانون نویسندگان ایران فعال نیست. در جهت فعال کردن قانون نویسندگان ایران هستند نویسندگان اکنون ایران. جلسه مشورتی که در ایران برگزار میشه نماینده خاص در اکنون نداره. البته این مشکلی بوده که در طی این سفر بارها پیش اومده، شاید برای انتقال خبر اینها بوده از ایران و من مجبور بودم که جابجا این رو یادآوری کنم. جلسه مشورتی که الان در ایران برگزار میشه و پارسال هم شاید در همین روان یا یه ماه قبل متن 134 نویسنده رو ارائه کرد. نمودن هم هستید یا نه؟ کار خودش رو به صورت مشورتی ادامه میده.
و در پی اینه که تا وقتی به حد نصاب معین مجمع عمومی نرسیده نماینده انتخاب نکنه، بلکه یعنی رأی گیری نکنه، بلکه مباحث رو به صورت اقناعی در داخل خودش به وقت بگذاره و هر کسی نظرش رو بگه و در یک نوع حرکت دموکراتیک بتونن به اصطلاح نظر جمعی برسن. به همین اعتبار در آینده شاید نزدیک حتی اگر بتونن اعلام حضور خواهند کرد و پس از اعلام حضور توسط مجمع عمومی است که انتخاباتی خواهد داشت و اون وقت جدید کانون نویسندگان تعیین خواهد شد. من در دوره‌های قبل جدید کانون نویسندگان الان در حال حاضر هیچ کس نماینده نویسندگان ایران نیست. اگر هم مسئله‌ای رو من مطرح بکنم مسئولش خودم هستم، هر کسی دیگری هم در ایران بخواد چه در ایران چه در خارج هر کی درباره مباحث مربوط به نویسندگان ایران مطرح بکنه نظر شخصی خودش رو میگه، ضمن این که میتونه مجموعه اصول و مسائل نویسندگان ایران رو هم مطرح کنه. و اما مسئله‌ای که درباره صحبت امشب میتونم بگم این است که وقتی به من این امکان داده شد که بتونم بیام به این تور فرهنگی که مقدارم طولانی هست، فکر کردم یه دیداری که میسر میشه این گفتگو که میتونه بین اون نیمه فرهنگی و این نیمه فرهنگی در داخل و خارج توسط این نماینده های ترجمانیان و شما اینجا تشریف دارید برگزار میشه، یک نوع تبادل نظر، یک نوع گفت و شنید باشه که در مجموع فرهنگ ما متاسفانه به صورت نهادی در نیامده و ما اهل گفتگو نبودیم، بیشتر اهل سخنرانی های یک طرفه و خطاب و از طرفی هم حرف شنوی و پیروی. این مبنای عمومی رو من در 7 سخنرانی به صورت مستقل مطرح کرده بودم و فهرستش رو هم داده بودم به دوستان. در بین اینها یک درسی هم من داشتم در دانشگاه واشنگتن در سیاتل که 4 جلسه من شرکت کردم و اونجا سخنرانی بود، بحثی بود بیشتر درباره شاهنامه. دوستان مثل که مناسب دیدم اون رو برای این جلسه انتخاب کنم و من هم طبعا نظر اونها رو تبعیت میکنم. در یک غروب خزانی وقتی که شاعر پا به خیابان میگذارد به چه میاندیشد؟ یادش آمد که یک لامپ هم باید بخرد. این روزها خانه کمی تاریکتر شده بود. چیزهای زیادی به یادش آمد. همینطور که میرفت یادش آمد که از این تونل که بگذرم انگار باز میخواهد اتفاق بیفتد. خانه چه دور مانده است و گورستانها چقدر تکرار میشوند. در 12 و 18 آذر 1377 محمد مختاری نویسنده، شاعر و عضو پیگیر کانون نویسندگان ایران و محمد جعفر پوینده عضو دیگر کانون ربوده و به نحوی فجیع به قتل رسیدند. در ایران و خارج از ایران انگشت اتهام به سوی وزارت اطلاعات که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای عمل می‌کرد نشانه رفتند. در 3 دی ماه 1377 مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وقت وزارت کشور میگوید کمیته مشترکی از وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و نیز نیروی انتظامی برای پیگیری قتل‌های اخیر
تشکیل شده است. سرنخهای به دست آمده نشانگر آن است که قتل‌های اخیر کار یک گروه حرفه‌ای و سازمان یافته بوده است. در 9 دی ماه 1377 جنازه دکتر جمشید پرتوی، پزشک متخصص قلب و گوش و حلق و بینی که در منزل مسکونیش واقع در جماران پیدا شده بود، به پزشکی قانونی انتقال یافت. آثار باقی مانده در دور گردن جمشید پرتوی نشان میداد که احتمالاً به علت خفگی ناشی از رشته‌های طناب به قتل رسیده است. دکتر پرتوی از پزشکان معالج احمد خمینی بود و گفته میشد که اطلاعاتی نسبت به چگونگی قتل وی در اختیار داشت. این یه بخشی از یه مقاله به اسم موقعیت اضطراب که من چند خطی رو انتخاب کردم. به روزگار ظرفیتی داده شده است از پراکندگی، فراق، پرهیز، تنهایی و اضطراب. ما این سرگذشت افسوسبار، یعنی طرد و انزوای افراد و حذف و نفی آثار. البته رد انگشتان بلا در آدم میماند، درون همه میماند. هدایت نیز در اولین اثر ماندگار ادبیات داستانی معاصر همین گونه موقعیت را ثبت کرده و بر پیشانی آن هم این نشانی را ارائه کرده است. در زندگی زخم‌هایی است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. این تقارن گویایی است که ادبیات داستانی مدرن ما با چنین تأمل سلوکی آغاز شده. شکلی از تنهایی که تنها در حیات و مرگی داستانی میتوانسته خودش رو مجسم کنه. این زندگی و مرگ داستانی جهانبینی تراژیکی است که تنها در خانه شعر و داستان روشنای آرام بخشی می‌یابد و هنگامی که این خانه و پناهگاه هم ناامن می‌شود و دستخوش اضطراب و آسیب می‌ماند، آرامش به کلی برهم می‌خورد. پس آنهایی که جانی آشنا دارند این موقعیت را در زبان جاری می کنند و شکل می دهند و تاریخ درونی دوران خود را می سازند. به همین سبب داستانی زیستن و داستانی مردن در وجوه گوناگونش سرنوشت اهل قلم ما شده و هنگامی که تنهایی به جدایی کامل انجامی تازه می فهمیم که یکی دیگر هم رفت، یعنی باز ناگه شنوی خبر که آنجام شکست. همسر محمد جعفر پوینده حضار را این گونه مورد خطاب قرار می دهد. حرفهایم را با سپاس آغاز می کنم. سپاس از همه دوستداران آفرینش فرهنگی و آزادی، از همه شما نمایندگان رسانه ها که اگر نبود این پوشش خبری، اگر نبود این همه همدردی، از شدت اندوه قادر به گفتن هیچ سخنی نبودم. این شما بودید، همه شما که از نخستین ساعتهای یقین به آغاز تنهایی جعفر، تنهایی من و نازنین را تسلا دادید. پس سپاس و تسلیت. در آخرین گفتگویی که از او چاپ شده است میگوید نویسنده باید بار دو مسئولیت بزرگ را که مایه عظمت کار اوست بر دوش گیرد: خدمتگزاری حقیقت و خدمتگزاری آزادی. نویسنده باید شرف هنر را پاس بدارد و همه عمر محمد جعفر پوینده، جامعه شناس، مترجم و نویسنده، صرف پاس داشتن این شرف شد و مرگش نیست. تنها صداست که میماند. او صدایی بود و معنایی یافت. حاصل خدمتگزاری او به حقیقت و آزادی بیش از 20 کتاب است، بیش از 20 صداست: صدای بالزاک، صدای باختین، صدای گلدمن، صدای لوکاچ، صدای هورکهایمر، صداهایی برای دعوت به اندیشیدن، صداهایی برای دعوت به حفظ حرمت انسان. من میدانم او را هرگز نخواهند توانست خفه کنند،
زیرا همزمان با مسجل شدن یقینم به آغاز تنهایی آخرین صدای او منتشر شد، ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر. و آخرین تسلایم این که در یک چیز تنها نیستم. اگر خاطره زنده او فقط برای من میماند و دوستان و نزدیکانش، بزرگترین میراث او برای همه ماست. کتابهایش و زندگی پرتلاشش که زیباترین کتابش بود. همسر محمد مختاری این گونه خطابش را آغاز می کند: اکنون جنوب رودابه است این سرزمین. می گفتی فرهنگ ما بیچراست، اکنون نیستی تا ببینی از دهانها هزاران چرا جاری است. اگر سعید امامی را نمی کشتند و او زنده می ماند و در یک دادگاه علنی محاکمه می شد و اگر او در چنین دادگاهی همه چیز را می گفت، آن وقت پرده از اسرار قتل‌های بیشمار سیاسی و مذهبی که به دستور بالاترین مقامات حکومت دینی صورت گرفته است برداشته می شد. سعید امامی پیش از مرگ در یک بازجویی چند صد صفحه‌ای به معمای بسیاری از ترورهای دولتی در عمر حکومت دینی پاسخ گفته است. سعید امامی طی نامه‌ای در تاریخ 16/7/1377 و به شماره 281 خ 41 که خطاب به مقام محترم وزارت و تحت عنوان فضاسازی فرهنگی ایجاد نظام فرهنگی کشور نوشته، پیشنهاد محدودیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی را می‌دهد. در این نامه او نوشته است: همانطور که مستحضرید، فعالیت گسترده عناصری نظیر گلشیری، چهلتن، دولت آبادی، مختاری برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجه و پشتیبانی جهانی برای آن، مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد کیس هایی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختلاف در بین ایشان می تواند از پیامدهای امنیتی موضوع بکاهد. اصلاح قانون مطبوعات فعلی جوابگوی نیاز کنونی و دسیسه های موجود نیست، چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتیاز و مدیر مسئول تعیین تکلیف می کند، حالان که ما در عرصه فرهنگی قشر وسیع نویسنده، مترجم، مؤلف، گزارشگر، شاعر و را داریم که تنها با برخورد انفرادی
و قانونمند ممنوع القلم یا ممنوع النشر نمودن میتوان از حجمه ایشان جلوگیری نمود. برای پاسخگویی به این نیاز پیشنهاد می شود معاونت محترم 932 پیشنویس طرح یا لایحه‌ای نظیر فرهنگی کشور را با همکاری سازمان‌های زیرا پیگیری نماید تا از این طریق در راستای قانونمند کردن حوزه‌های امنیتی اهرم لازم را داشته باشیم. روز 14 آبان 1377 روزنامه سلام طی مطلبی وزارت اطلاعات را در ارتکاب قتل‌های اخیر بی ارتباط ندانست. سعید امامی در بازجویی‌های 970 صفحه‌ایش که در 18 جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی، علی ربیعی مشاور امنیتی رئیس جمهور و مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی یونسی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، سرمدی معاون وقت وزیر اطلاعات مضبوط شده است، خود در نگاهی گذرا به زندگیش میگوید: من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم. هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام ندادم. هرچرا که به صلاح نظام و اسلام دانستم به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کردم. من خود را گناهکار نمی‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند مرتد، ناصبی و محارب بودند. حکم مجازات آنها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آنچه کرده ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است، نه قتل و جنایت. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدتها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می کردند و جمعاً 100 نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد 7 تن از آنها احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود؟ که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ما قبل انجام شد، با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری هماهنگ می شد. در جلد 16 پرونده صفحه 384 هنگامی که بازجو از وی سؤال می نماید آیا اعدام ها رویه امنیتی داشت و با حکم حفظ نظام از واجبات است انجام می شد یا حکم های موضوعی نیز داشت، جوابی را می دهد که از آن به عنوان طلایی ترین فراز بازجویی های وی شاید بشود نام برد. وی در جواب می گوید فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنعتی و گاهن نیز از حجت اسلام محسنی اژه‌ای دریافت می کرد و به دست ما می داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم. مثلا وقتی با خبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت فقیه اهانت می کند، آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقاتهای ایشان نوار تهیه کنید. ما هم به مدت 1 سال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. 2 روز بعد همراه با آقای فلاحیان
به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشبخت هم از بیت آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند رحم کرد. در تاریخ 16 خرداد 1377 مصطفی کاظمی معروف به موسوی در یک قرار ملاقاتی به منزل خاتمی رئیس جمهور وقت مراجعه می نماید و می گوید همانند گذشته هنوز خط مسیر حسم مخالفان و دگراندیشان در حال اجراست، اما این بار یک هدف دیگر هم به آن اضافه شده و آن سقوط دولت شماست و قرار است این حذف‌ها از پاییز امسال مجدداً از سر گرفته شود. متاسفانه و به دلایل غیر قابل موجهی خاتمی این مسئله را جدی نمیگیرد و طبق گفته مصطفی کاظمی خاتمی آن شب را با مزاح و بی‌تفاوتی می‌گذراند و حتی رضا به وی میگوید حالا تو خسته شده ای، یک مدتی مرخصی بگیر و برو کیش استراحت کن. به هر حال پیشگوی کاظمی درست از آب در می آید و در پاییز 77 ابتدا فروهر و همسرش و پی در پی قتل‌ها انجام می شود. اینجاست که در پس فشار افکار عمومی و بین المللی خاتمی و غالب مسئول نظام موضع‌گیری می کنند. رئیس جمهور خاتمی هیئتی را تشکیل می دهد. در همین گیرودار در تاریخ 26/9/1377 آقای دری نجف آبادی به رهبر مراجعه می کند و برای رفع این معضل کسب تکلیف می نماید و اشاره می کند که چه باید کرد. در تاریخ 29/9/1377 مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی سید صادق که متوجه می شوند آقای دری آنها را تحت مراقبت دارد به ملاقات وی می روند و علت را جویا می شوند و اظهار می دارند مگر ما چه جرمی کرده ایم که تحت تعقیب و مراقبتیم؟ ما کاری نکرده ایم الا اجرای دستور شما، پس این مراقبت یعنی چه؟ کاظمی برخورد مشکوک دری را می بیند. از بیم توطئه همان روز در ساختمان شیرین وزارت اطلاعات واقع در خیابان استاد نجات اللهی کوچه شیرین تعدادی از معاونان از جمله مسئول حفاظت را فرا می‌خواند و پس از نماز جماعت ظهر عصر به امامت عالیخانی اظهار می‌دارد که همانطوری که همه می‌دانید ما به دستور مستقیم آقای دری این قتل‌ها را انجام دادیم و مشکلی متوجه ما نیست و نظام باید خود چاره‌ای بیندیشد، نه اینکه ما چند نفر هزینه‌اش را بپردازیم. همان روز شفیعی نیز که معاون وقت وزارت اطلاعات بوده است در خیابان دبستان در مقر اصلی وزارت اطلاعات در سالن آمفی‌تئاتر پرسنل ستادی وزارت را گرد می‌آورد و می‌گوید آقای موسوی می‌گوید دری دستور قتل‌ها را داده است و آقای دری هم امروز صبح به من می‌گوید من نگفتم، الله اعلم. همان شب مجدداً و شخصاً مصطفی کاظمی به دفتر خاتمی مراجعه می‌کند و اعلام می‌کند آقای خاتمی چه می‌کنید؟ من تابستان به شما گفتم که قرار است این قتل‌ها انجام شود، شما به شوخی گرفته اید. حالا هم که قتل‌ها انجام شده باز خود وزارت اطلاعات را مسئول کشف کرده اید. و بالاخره همان شب خاتمی به علی ربیعی معروف به عباد تلفن میزند و وی می آید و سخنان مصطفی کاظمی را میشنود و از همان شب مصطفی کاظمی به خانه امنی در فرمانیه برده می شود و تحقیق از وی آغاز می شود. از تاریخ 5/10/1377 با بازداشت مهرداد عالیخانی و 2 روز بعد از آن در 7/10/77 بازداشت سعید امامی و سپس مابقی متهمان آغاز می شود. از سوی دیگر خاتمی در تاریخ 14/10/1377 در دفترش جلسه‌ای با حضور علی ربیعی، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دری نجف آبادی، سعید حجاریان و سرمدی تشکیل می دهد و همانجا حاضرین را به نوشتن اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات مکلف می نماید و نهایتاً در روز 15/10/1377 بیانیه‌ای منتشر می شود. در این اطلاعیه آمده بود وزارت اطلاعات موفق گردید
شبکه مذکور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد. با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس کجندیش و خودسر این وزارت که بیشک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زدند، در میان آنها وجود دارند. در 21 دی ماه 1377 شب هنگام رادیو تلویزیون جمهوری در برنامه‌ای به نام چراغ میزبان روح الله حسینیان بود. او که به حکم خامنه‌ای ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را به عهده دارد، در این برنامه چنین میگوید: ممکن است مرتکبان قتل‌ها از روی اعتقادات مذهبی و تحت تأثیر احساسات دینی یا به واسطه یک تحلیل خاص این آقایان را به قتل رسانده باشند. او گفت با توجه به اینکه متهمان این پرونده نیروهای فکری بودند و می‌دانستند که این مقتولین علی‌رغم ضد انقلابی بودن هیچ ضرری نداشتند، بلکه وجود مخالفینی مثل فروهر حتی به نفع نظام نیز بوده است، به نظر می‌رسد این بچه‌ها تحت تأثیر القاءات بیرونی واقع شده باشند. حسینیان درباره مقتولان نیز اظهار نظر کرد. مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند، به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده‌ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می‌کردند. رفته رفته دامنه و ابعاد ماجرا گسترده می‌شود تا آنجا که صورت مسئله را تغییر می‌دهد. زیرا از یک سو معلوم می‌شود که اولا موضوع صرفاً قتل این 4 نفر نیست و کشتار مخالفین یک خط مشی بوده است که مدتها دنبال می شده و قتل فروهرها و مختاری و پوینده فقط 4 حلقه از این زنجیره را تشکیل می دهد. زنجیره‌ای که تعداد واقعی حلقه های آن ظاهراً 10 بار بیش از این است. نخستین بار که از زبان عاملین قتلها با قضیه از چنین زاویه‌ای برخورد شد، در اولین مصاحبه آقای نیازی درباره این پرونده به تاریخ 30 دی ماه 77 بود. نامبرده در این مصاحبه اعلام کرد متهمان این پرونده ادعاهایی در مورد مقتولان دارند که باید بر اساس ماده 226 قانون مجازات اسلامی آنها را در یک دادگاه صالح به اثبات برسانند. ادعاهای متهمان پرونده در مورد مقتولان که باید بر اساس ماده 226 به اثبات برسد چیزی جز این نمیتوانست باشد که مقتولین شرعاً مستحق کشته شدن بودند، زیرا ماده 226 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید. در روز 13 بهمن 1377 آقای خاتمی استعفای قربان علی دردی نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات را میپذیرد. در تاریخ 24 ده 1377 اسدالله بادامچیان، یکی از رهبران مؤتلفه، به نزد رهبر رفته و با ارائه دلایلی آزادی بی قید و شرط سعید امامی را طلب می نماید. اما خامنه‌ای که اعتبار خیش را هرچند برای وفادارترین عنصر خیش به زیر سؤال نمی برد، با لحنی حاکی از ناراحتی به وی می گوید سعید امامی دیگر تمام شد، بروید خودتان هر کاری که به نظرتان می آید انجام دهید. بعد از این دیدار بود که اسدالله بادامچیان از بیت رهبر مستقیما به شهرک شهید کلاهدوز منزل حسین الله کرم می رود و در آنجا تصمیم می گیرند آخرین تلاش برای بیرون کشاندن سعید از زندان را انجام دهند. همان شب نامه جعلی از دستخط رهبر جعل می شود و نامه خطاب به رحیم صفوی با این مضمون که این دگراندیشان را از بین ببری نوشته می شود. این نامه
همان شب در حد وسیع در تهران، قم، اصفهان و نجف آباد تکثیر می‌گردد. با اطلاعاتی که از داخل زندان به دست آمده بود، حاکی از آن بود که کاظمی و اسلامی و عالیخانی منکر حضور در قتل‌ها شدند و اعلام کردند که احتمال می‌دهیم کار سپاه باشد. با این نامه مشوش شدن اذهان بازجوها و در نتیجه احتمال آزادی حداقل سعید امامی انتظار می‌رفت که البته راه به جایی نبرد و متهمان همچنان در بند ماندند و لب به سخن گشودند. درست هنگامی که اعترافات سعید امامی به شاه کلید قتل‌ها رسید و از نقش هاشمی رفسنجانی در قتل‌های سیاسی و علل خصوص به قتل رساندن سید احمد خمینی پرده برمی داشت، حکم قتل خود وی نیز صادر شده بود. سعید امامی تبدیل به مرکز خبر شده بود. با زنده ماندنش دیگر هیچ رازی مکتوم باقی نمی ماند. از طریق یکی از زندانبانان مورد وثوق به سعید امامی پیام می دهند که به نحوی خود را از توحید به بیرون بکشد و مابقی قضایا با آنها باشد و تنها راه خروج از توحید بیماری حادی بود، چرا که درمانگاه زندان توحید خود به مداوای بیماران می پرداخت. سعید امامی برای اجرای این نقشه ابتدا تصمیم می گیرد که به نحوی دست و پای خود را بشکند، یک بار نیز در حین اتمام بازجویی و راه برگشت به سلول در راه پله خود را به زمین می اندازد، اما دست وی نمی شکند و صرفاً ضرب می بیند. تنها راه باقی مانده مسمومیت و خودکشی است. به زندانیان برای استحمام نصف قالب صابون و گاهن در صورت تقاضا داروی نظافت نیز داده می شد. امامی بعد از استحمام و مصرف دارو باقی مانده آن را که علل قاعده فقط می توانست وی را مسموم نماید می خورد. به علت کمی داروی نظافت وی تا غروب وضعیت عادی داشته که بعد از آن در شب حال وی به وخامت می رود. پس از استعلام از دادستان نظامی و وزیر وی را ابتدا به بیمارستان سینا و به دلایل کاملا معلومی سپس به بیمارستان لقمان الدوله منتقل می کنند، در بخشی که مسئولیت آن بر عهده دکتر رضایی برادر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت و دستیار هاشمی رفسنجانی بود. نامبرده در 27/4178 به کلی سلامت خیش را باز می‌یابد، اما به جهت اینکه از دفتر رهبری نماینده‌ای قصد دیدار با وی را داشته، به جهت آنکه اعلام نموده بود زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها بودم، برگشت وی برای یک روز به تأخیر می‌افتد تا اینکه ناگاه در شامگاه 28/4178 نامبرده علی‌رغم اینکه سابقه بیماری قلبی نداشته دچار عارضه ایست قلبی می شود و در صبح 29/4178 فوت می نماید. در همان زمان پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی بر اثر خوردن داروی نظافت، کارشناسان بسیاری از جمله انجمن علوم آزمایشگاهی و خانم شیرین عبادی از جمله وکلای مخدولین اعلام نمودند که بر اساس آزمایشات بسیار و متعددی از داروهای نظافتی که در بازار ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که تماماً فاقد سم آرسنیک بوده و مهلک نیستند. در ثانی چنانچه بر فرض هم که کشنده باشد باید امعا و احشاء معده و روده را پاره نماید و علت مرگ خونریزی شدید داخلی باشد، نه ایست قلبی، بلکه ایست قلبی عارضه چیز دیگری است، آمپول هوا. و این بار نیز چون همیشه تا نوبت بر عالی جنابان سرخپوش رسید، باز طبق معمول به ناگاه با اتفاقی غیر منتظره مسیر این پرونده نیز تغییر یافت. نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز شنبه 29/4178 خبر فوت سعید امامی را اعلام نمود و بدین ترتیب نام وی از پرونده کنار رفت و اوراق بازجویی‌هایش نیز به طور کل از پرونده حذف گردید و متهم ردیف اول از سعید امامی به مصطفی کاظمی نزول نمود و این پرونده ملی
که می توانست دستهای پیدا و نهان مافیای قدرت و ثروت و ترور را در طول عمر حکومت دینی برملا نماید به فراموشی سپرده شد. آقای دکتر ناصر زرافشان وکالت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را که آقای خاتمی رئیس جمهور وقت افشای آن را متضمن پرداخت هزینه زیاد برای نظام می‌دانست به عهده گرفتند. با برگزاری دادگاه غیرعلنی برای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای و عدم نتیجه قابل قبول برای خانواده قربانیان، اعتراضات از سوی وکلای پرونده این قتل‌ها آغاز می شود. دکتر ناصر زرافشان در آذر 1379 در پی سخنرانی و مصاحبه‌هایش در مورد قتل‌های زنجیره‌ای و نحوه برگزاری دادگاه متهمان این قتل‌ها بازداشت گردید. در اسفند ماه 1379 یک دادگاه نظامی وی را به اتهام افشای اسرار دولتی محکوم می نماید. در 17 مرداد 1380 دکتر ناصر زرافشان به هنگام خروج از منزلش دستگیر و بر اساس رأی دادگاه نظامی به اتهام افشای اسرار دولتی به 3 سال زندان و به دلیل نگهداری سلاح و وجود مشروبات الکلی در دفتر کارش به 2 سال زندان و همچنین 50 ضربه شلاق محکوم می شود. دکتر ناصر زرافشان همکار و دوست ماست، یک وکیل دادگستری بسیار مبرز و مبارز و طرفدار حق و همواره در راه حق و دفاع از حقوق مردم قدم زده و قلم زده و صحبت کرده. ایشون وکیل خانواده پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بودن و در این پرونده ایشون وکالت خانواده آقای پوینده و همینطور آقای مجید شریف و همینطور وکالت مربوط به آقای پیروز دوانی رو خانوادهشون رو به عهده داشتن که البته 2 مورد پیروز دوانی و مجید شریف اصلا در دادگاه مطرح نشد، ولی کم نفرات دیگه مطرح شدن و به طور کلی از این افراد دفاع کردن و در راه دفاع از اینها صحبت‌ها و مصاحبه‌هایی داشتن که نهایت به عنوان افشای اطلاعات مربوط به این پرونده با شکایتی که از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت گرفت ایشون بازداشت شدن و دادگاه ویژه‌ای در همون سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد. ایشون رو محاکمه کردن و ما به صلاحیت اون دادگاه ایراد گرفتیم. نهایی از اون دادگاه حکمی صادر شد که زیر حکم عنوان شده بود به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه عمومی و دادرس شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران. در مورد ایشون حکم محکومیت صادر شده بود به مدت 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق که ما به این حکم صادره اعتراض کردیم و در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در محل ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی تهران واقع هست حکم ایشون تایید شد بدون اینکه دادرسی مجددی صورت بگیره که از ما دعوت بشه. فقط با توجه به پرونده تایید کردن حکم رو و در تاریخ 22 تیر ماه سال جاری این حکم به من ابلاغ شد و روز گذشته با دستگیری آقای زرافشان این حکم اجرا شد. در جلوی محل منزل ایشون که ایشون عازم دفتر کارشون بودن دیروز بعد از ظهر ساعت 1:06 بازداشت شدن. ببینید ایشون ابتداعاً به عنوان مصاحبه صحبت و افشای اسرار مربوط به پرونده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به دادگاه احضار شدن و سپس بازداشت شدن و البته دقیقاً آقای زرافشان اعتقاد دارن که در این پرونده اسراری نبوده که ایشون افشا کرده باشه و دلایل مفصلی در این مورد دارن که در دادگاه هم عنوان کردن. پس از بازداشت ایشون عنوان میشه که در دفتر آقای زرافشان اسلحه و مشروب پیدا شده و به این عناوین ایشون رو محکوم میکنن.
اینه که قبل از بازداشت ایشون اتهامی به عنوان داشتن اسلحه یا مشروب و مانند آن نداشتن. زمانی که ایشون در زندان بودن و به گفته خودشون دسترسی به محل کارشون نداشتن، این موارد در اونجا پیدا شده ظاهرا. دکتر ناصر زرفشان در پی مرخصی به دلیل بیماری در خصوص پرونده خود چنین گفت: در مورد وضعیت من صحبت‌هایی البته پارسال شد، از پارسال سالان گهگاه تکرار شده است در مورد اعمال ماده 38 قانون و آزادی مشروط و مطرحی نظیر این که البته بنده به موقع جواب دادم. گفتم اصولا صاحب حق من نیستم، صاحب اون خون‌های که ریخته شده است مردمم، من فقط نماینده و وکیل اونها هستم، وکیل خانواده های قربانیان و در واقع دیگه وسیع‌تر مردم ایران که اولیاء دمن صاحب خونه. و چون اون حق مربوط به خودم نیست، حق معامله و مصالحه دربارش رو ندارم. من فقط وکالت دارم و وکیل حق ندارد راجع به حقوق و موکلش سر خود مصالحه و معامله بکنه. حتی اگر مربوط به شخص خودم هم بود این کار رو نمی کردم. بنابراین ترجیح میدم که تا روز آخر این محکومیت رو بکشم با اون به قول عوام زندانیای معمولی بریسم تا ته این محکومیت رو بیان بیرون، برای اینکه حرفم رو بتونم همواره بزنم و در واقع محظوری برای نه سازش کرده باشم، مصالحه‌ای کرده باشم، معامله‌ای کرده باشم، طلبی رو که دارم، ادعایی رو که دارم واگذار کرده باشم و نه اینکه محظوری داشته باشم تو حرفی که میخوام بزنم. 4 سال و خورده‌ای هست مضافاً بر این که من پیش از اینکه بروم در محکومیت قطعی و اجرایی بشه و شروع بکنم، الان 4 سال خودش گذشته، یه مدتی هم بازداشت اولیه داشتم، درست همزمان با تشکیل دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای که به هر حال اون تو بودم و حکم قانون این است که اون ایام بازداشت اولیه هم باید حساب بشه. با محاسبه اونها کمتر از یک سال 7-8 ماه بیشتر نمونده که چون اون ایام بازداشت اولیه الان رقم دقیقش رو نمیدونم چه هست، به طور دقیق نمیتونم عرض کنم، ولی همین 6-7 ماهی بیشتر به انتهای محکومیت نمونده که تمامش میکنیم تا ببینیم که چه باید. من خودم برای یک روز از این سالها زندانی که میکشم برای خودم توجیه ندارم و نمیدارم به چه دلیل رفتم تو زندان و اون برای قضیه هم که این پرونده رو ساخته و بنده رو زندانی کردم توجیهی ندارد اگر با خودش بشینه درست. بنابراین بحث ما سر جای خودش هست و از اون بابت تلاشی که شما و بقیه هموطنان در راه آزادی زندانیان سیاسی میکنند ارزش سر جای خودشه، اطلاع رسانیش، ابلاغ این حقانیت، ابلاغ حرف اصلی ما، اون حرف اساسی تری که پشت همه این ماجراها و این زندان رفتنهای دیگری رو این حرف هاست، به هر حال اون سر جای خودشه، باید باز بشه. من از این بابت عرض کردم فکر میکنم باید همه رو فرا خواند برای اینکه ماجرای خاوران رو ضمن زنده نگه داشتن یاد رفقای ما که زیر خاک خفته‌اند تبدیلش بکنیم به موقعیتی، به مناسبتی برای این وحدت، برای اینکه این خانواده ها به هم نزدیکتر بشن، برای اینکه خودمون هم بشینیم و فکر بکنیم که یک مسئله مشترک مبتلا به داریم، با طرح صورت مسئله هایی که الان واقعی نیستن و الان عینیت ندارن از تفرقه پرهیز کنیم و سعی کنیم یه مقداری حداقل در این زمینه این وحدت رو به وجود بیاریم. من از همه خواهش میکنم این مناسبتی است که یک نسل از مبارزینی که مظلومانه بعد از سالها سال کشیدن زنجیرها به دست پاشون از این شهر به اون شهر، از این استان به اون استان، از این زندان به اون زندان، سر آخر به اون وضع صدی کشتار شده اند، ضمن یاد اون به خاک خفتگان، به خون خفتگان عزیزمون، این رو هم تبدیلش بکنیم به این مناسبتی برای اینکه به خودمون یادآوری بکنیم که بیش از هر چیز به وحدت نیازمند.
دکتر جداری فروغی وکیل دکتر ناصر زرفشان درباره پرونده وی چنین میگوید: مأمورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد، شکنجه شد و به قتل رسید. یک هفته پیش از اینکه پدرم رو بکشن، یک هفته بعد از اینکه پدرم رو بکشن، محمد جعفر پوینده مترجم ایرانی عضو کانون نویسندگان ایران نیز به همین رویه به قتل رسید. 2 هفته پیش از اینکه پدرم رو بکشن 2 فعال سیاسی ایرانی، داریوش فروهر و پروانه اسکندری هم به شکل فجیعی در خونهشون به قتل رسیدن و متاسفانه تا کنون برای ما این فرصت به عمل نیومده، این فرصت پیدا نشده که آمرین این قتل ها رو بشناسیم و به مردم ایران معرفیشون بکنیم. اگرچه جمهوری اسلامی رژیمی است که 27 سال پیاپی مخالفین خودش رو به شیوه های گوناگون چه در زندان چه در خیابان به قتل رسونده، قتل عام کرده و امیدوارم که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم به خواست ما هم به خواست فعالین حقوق بشر در آمریکا و اروپا توجه نشون بده و جمهوری اسلامی رو و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنه و همینطور امیدوارم که یک مأمور ویژه‌ای برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران انتخاب بشه تا فرصتی به وجود بیاد که نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیشتر و بیشتر توسط این مأمور به جامعه جهانی ارائه داده بشه. هرگز از مرگ نه هراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
کشاورز را درو کردند، به جای نان به تساوی گلوله قسمت شد. حلا توان همه عاشقان در میهن، شد در باد. دوباره هرچه زمین بود دور یاران شد. حالا توان همه عاشقان در میهن، اگر به پیوندیم به دیدگان پر از انتظار شب زدگان، دوباره می شود داری اگر شکست شود. شب سکوت و شب ترس و یأس ما
امروز دیگر پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و دیگر جنایات حکومت دینی مربوط به جانباختگان نمی باشد. همه کسانی که در عمر حکومت دینی در مسئولیت‌های مختلف قرار داشتند پاسخگوی این جنایات می باشند. علی خامنه‌ای و نهادها و مسئولان منصوب شده وی چه پیش از وقوع جنایات و چه پس از آن مبلغ خشونت و ترور دگراندیشان بودند. او بارها نویسندگان و روشنفکران منتقد و مخالف را مزدوران دشمن، فاسد، خودفروخته و در مواردی چون قتل سعیدی سیرجانی مرتد خوانده بود و بنابر اعتقادات وی و مسئولان تحت فرمان او سزای افراد فاسد، مرتد و مزدوران دشمن اعدام است. همه کسانی که به قتل رسیدند از مخالفان و منتقدان نثارطلبی سیاسی و خودکامگی علی خامنه‌ای بودند و همه نهادها و مأمورانی که این جنایت را انجام دادند و یا از آن حمایت کردند و در مقابل آن سکوت اختیار نمودند از طرفداران و منسوبان شخص خامنه‌ای بودند. روزنامه‌هایی که خواستار پیگیری قتل‌های سیاسی بودند پس از سخنرانی علی خامنه‌ای علیه مطبوعات و به دستور او همگی توقیف شدند و روزنامه نگارانی که شجاعت دنبال کردن پرونده قتل‌ها را داشتند امروز یا در زندانند و یا مجبور به سکوت شده‌اند و عده معدودی از آنها همچنان پافشاری بر افشای این پرونده می‌نمایند. کسانی که از طرف افکار عمومی، خانواده قربانیان و وکلای آنها از متهمان ترور، خشونت و قتل‌های سیاسی به حساب می آیند همگی مورد حمایت مستقیم خامنه‌ای قرار دارند و همچنان در مشاغل حساس حکومتی زیر نظر وی مشغول به کار می باشند. برای نمونه می توان از علی فلاحیان، مصباح یزدی، محسنی اژه‌ای، پور محمدی، روح الله حسینیان، حسین شریعت مداری، احمد جنتی، سران انجمن مؤتلفه و سرداران نظامی ذوالقدر، نظری، الله کرم نام برد. قوه قضایی جمهوری اسلامی که مستقیما از شخص علی خامنه‌ای راهنمود می‌گیرد مانع اصلی پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی در ایران است و به جای قاتلان دنبال کنندگان پرونده این جنایت را مورد تعقیب قرار داده است. بنا به دلایل فوق پیگیری پرونده قتل‌های سیاسی در ایران در حکومت دینی به رهبری علی خامنه‌ای ممکن نیست و اصرار بر آن دشمنی با نظام و شخص رهبر محسوب می شود. کما اینکه وکیل پرتلاش خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای دکتر ناصر زرفشان به همین اتهام دستگیر و بازداشت گردید. برای خانواده قربانیان جنایات سیاسی در عمر حکومت دینی تنها راهی که باقی مانده است مراجعه به مراجع بین المللی و دنبال کردن پرونده ها در یک دادگاه جهانی میسر است.